همراهان گرامی سلام، روزتان بخیر. امیدوار هستم خوب و جور و صحتمند باشید. در روز ششم ما 7 نفر تصمیم گرفتیم که در یکی از بزرگترین آبشار شهر تسمانیا بریم، منطقه به نام ایدیگر دیم یا آب استاده ایدیگر که بزرگترین آبی استاده میتونیم استرالیا بگوییم و شهر تسمانیا است. تقریبا حدود 100 کیلومتر از جایی که ما زندگی میکنیم فعلا فاصله داره. مسیری رسیدن به این آب استاده از درون جنگلات انبوه میگذره و ما به سوی او حرکت میکنیم. تا این قسمت ما سرگ پخته بود، ولی از این به بعد حدود 30 کیلومتر دیگر ما باید در سرگ خامه حرکت کنیم و سرگ خامش هم میتونیم درجه 2 بگوییم. سرگ نسبتا خوبی است. باز هم از درون جنگلات انبوه، درختان انبوه و کوههای بلند سر به فلک کشیده و در یک روزی ابری و اندکی بارانی حرکت میکنیم تا اینکه خود را به این آب استاده برسانیم. شما اینجا رو ببینید که کسای زیادی آمدن برای کمپینگ و ما هم اینجا را به عنوان کمپینگ امشب خود انتخاب کردیم. وسایل را پایین کردیم و آماده میشیم برای که وسایل کمپینگ خود را آماده بسازیم. شما این یک بخاری بسیار زیبا رو میبینین. آقای دلاور شفیعی همراه با زیا مصروف روشن کردن این بخاری است تا آتش روشن کنیم. دیگه واقعا وسایل درکی 70% کیف کمپینگ هم دمی آتش است. خدایی آتش هم روشن شد. ما تا هنوز چای صبح خود را نخوردیم. حدود ساعت 10 صبح است و صبحانه خود را آماده کردیم. تخم مرغ آبجوش، کچالو، تیکی ویتو و همینطور نان خمری فوق العاده زیبا را که خانم زیا محسنی آماده کرده و ما چای صبح خود را با همدیگر نوشیجان کردیم. بعد از صبحانه خیمه ها را بلند میکنیم. بله کردیم دیگه. خیمه اول. آفرین. و این هم یک سایبانی را که دولت آماده کرده همراه با ذخیره آب. آقای دلاور دومین خیمه رو بخیر بالا کردین دیگه. این هم خیمه دوم و در نتیجه هم وسایل داخل خیمه. توشک چیه؟ عواملی برای خواه توشک. شما میبینین که این توشک ها را باید توسط هوا پر کنیم تا ای که خدای نکرده یخ نکنه و این یک پمپ است و ما در حال پمپ کردن این توشک هستیم. آقای دلاور شفی توشک را باد میدی؟ وسایل داخل خیمه هم آماده شد و لحظه ریلکس کردن فرا رسید. سپس ما از این منطقه بیرون میشیم تا بریم آب استاده را از نزدیک ببینیم. آب استاده فوق العاده بزرگ که حقیقتا نظیرش را من تا هنوز در زندگی خود ندیدم و ای که اطرافش از کوههای بسیار بزرگ احاطه شده و در درون این کوهپایه ها این آب استاده مصنوعی را ساختن برای ما واقعا هم قابل قدر است و هم در این حال مایه تعجب که چطور تانستن که این نقطه زیبا را پیدا بکنن، راهش را سد بکنن و این آب بسیار بسیار بزرگ شیرین را استاده کنه و بتونه از او برای رساندن آب شهر تسمانیا و همچنان برای تولیدی برق ازش استفاده بکنه.
اینجا را شما دقت بکنین که چقدر آب برای فعلا در اینجا ایستاده است. حدودی 307.4 متر آب در اینجا ایستاده است. اصلا نمیتونیم آب ایستاده بگوییم، میتونیم بگوییم که یک اقیانوسی مصنوعی است. اینجا هم یک عکس فوق العاده زیبا رو میگیریم و نمای کوه چنان برای ما لذت بخش است که حد نداره، با ابرهایی که کمکی پایین آمده و سر کوه ها رو پوشانیده. عجب تصویری زیبا و قشنگی است که ما او را میبینیم. خدایی لذتش حد نداره. ما کوشش میکنم که برم از زاویه های مختلف این آب ایستاده را برای شما به نمایش بگذارم، خودم ببینم، برای شما به نمایش بگذارم و همچنین این خاطره را به یادگار بگذارم از زاویه دیگر. این تصویر برای من واقعا قشنگ است. وسعت آب ایستاده را ببینین و این جزیره فوق العاده زیبا. کاش کشتی می داشتیم می رفتیم و در این جزیره پایین می شدیم، از اون بلندا اطراف خود رو می دیدیم که چقدر زیبا می شد. بعد از چند ساعتی قدم زدن در اطراف این آب ایستاده ما برگشتیم تا نان شب خود را نوش جان بکنیم. عجب شوروای خوش رنگ و با مزه را این خانمای عزیز آماده کرده. در کنار هم دیگر این شوروای لذیذی گوشت گوسفند را میخوریم. در کنار ما حیوانات عجیب غریب اینجا هست. کنگروی کوچیک کوچیک. ما نان خود را با اونا هم تقسیم کردیم. همونطوری که ما میشینیم در اطراف آتیش، در کنار ما میاین در اونجا اونا هم نان خود را میخورن. یک چای فوق العاده زیبا خوشمزه در داخل یک چایبر بسیار با قوت آماده میکنیم. این چای دیگه خدایی که تعریف خاص داره. ما ماهیگیرا اینجا بودن، آنها هم برای ما ماهی هدیه کرد. ببینین ماهی هم بخیر انشالله پخته میکنیم. سپس ما و سایمه جان آمدیم یک از آب ساده دیگر که در ادامه ایزی قرار داره گفتیم ازش دیدن بکنیم. شما میبینین نمای دیگری از زاویه دیگر شما این آب ساده رو میبینین. در اینجا غیر از من و سایمه دیگه هیچ کسی وجود نداره. یک طبیعت بسیار بسیار بزرگ با مهاد شده، با کوههای بسیار سر به فلک کشته. اینجا دیگه فقط ورزش میچسبه، یک ورزش جانانه در این آب ایستاده که سراسر از آسمانش، از طبیعتش آرامیش میبره. چقدری ورزش لذت بخش است اینجا. ما دوباره برمیگردیم به خیمگاه خود و تربوزی فوق العاده خوش رنگ و خوشمزه را با همدیگر نوش جان میکنیم و حالا میشینیم در اطراف این آتیش گرم کننده و این هم نمای شب. خب شب گذشت و صبح شد. تخم مرغ فوق العاده را ما و سایمه جان آماده کردیم. همونطوری که تخم مرغ و صبحانه آماده میشه، رفقای ما هم در حال جمع کردن خیمگاه ماست. خیمه اول، خیمه دوم و تمام وسایل کمپینگ در حال جمع شدن است. و این هم صبحانه بامزه امروز ما. و سپس رفتیم از جاهای دیگر عکس های یادگاری گرفتیم و در نتیجه سفر ما در اینجا هم به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.